سلام. بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه طرح قطعنامه پارلمان آلمان درباره نسل کشی خواندن کشتاری دست جمعی ارمنی ها به دست ترکان عثمانی را مسخره‌آمیز نامید. او گفت قبول این قطعنامه میتواند به رابطه‌های دو جانبه ترکیه و آلمان لطمه بزند. وکیلان مردمی آلمان روز 2 ایون قطعنامه رمزی را بررسی می‌کنند که در آن آمده است قتل بیشتر از 1.5 میلیون ارمنی در عهد ترکان عثمانی در 1 قرن پیش باید نسل کشی اعتراف شود. ترکیه میگوید کشتار ارمنی ها در آن زمان نسل کشی نیست چون عمدی نبود و در سالهای بی‌بندوباری سقوط امپراتوری ترکان عثمانی رخ داده است. درباره این موضوع حساس برای ترکیه صحبتی دارم با همکارم قدرت شهیدی شارع رادیوی فردا. قدرت، به برنامه ما خوش آمدید. قبول این قطعنامه چی پیامدهای برای مناسبات ترکیه و آلمان داشته میتواند؟ چون طوری میدونیم در آلمان میلیون ها ترک نیز زندگی میکنند. پیامدهایی ممکنه داشته باشه در کوتاه مدت برای اینکه حدود 3 میلیون نفر ترک در آلمان زندگی میکنند و روابط اقتصادی آلمان و ترکیه در حداقل 30-40 سال گذشته خیلی بهبود یافته با وجود تجارتی که بین دو کشور هست. ولی اونطوری که خانم مرکل و دیگر سیاستمداران آلمانی و به ویژه وزیر امور خارجه آلمان هم امروز گفت، این روابط نمیتونه تیره بشه برای اینکه روابط خیلی تنگاتنگ هست. در کوتاه مدت ممکنه یک نوع تنش‌های سیاسی به وجود بیاد. آقای اردوغان و نخست وزیر ترکیه آقای بینالی یلدیریم تهدید کردند که ممکنه به تنش بیشتر موجب بشه، ولی که این هم باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ترکیه شدیداً وابسته به آلمان هست. 3 میلیون کارگر ترک در آلمان زندگی میکنن که اینها پولهاشون رو به ترکیه میفرستن و ترکیه این بضاعت رو نداره که رابطه الانش رو با آلمان بدتر از این چیزی که هست بکنه. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که از نظر سیاسی و دیپلماتیک یک سری تنش‌هایی به وجود بیاد و از بین بره. اگر به تاریخ نگاه بکنیم 4 سال پیش دولت فرانسه و پارلمان فرانسه قطعنامه مشابهی را تصویب کرد و گفت که کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول قتل عام بود. اون زمان دولت ترکیه سفیرش رو از پاریس فرا خوند، ولی بعدش روابط به حالت عادی بازگشت و من حدس میزنم، گمان میبرم که در چند ماه آینده ممکنه از نظر سیاسی و دیپلماتیک تنش‌هایی به وجود بیاد، ولی روابط عادی ادامه خواهد یافت. ولی قدرت قرار بود سند مذکور را 1 سال پیش به پارلمانی آلمان پیشنهاد کنند. چرا این مسئله حالا مطرح شده است؟ این سند در سال گذشته از طرف حزب سبزها که رئیسش تصادفاً یک ترک هست مطرح شده بود، ولی به خاطر ملاحظات سیاسی خانم آنگلا مرکل تصمیم گرفت که به عقب بندازن رأیگیری رو، ولی امسال حزب سبزها اصرار کرد که رأیگیری انجام بشه و 3 حزب بزرگ در پارلمان آلمان گفتن که رأیگیری انجام خواهد شد روز پنجشنبه و اونها رأی مثبت خواهند داد به این قطعنامه. به احتمال بسیار زیاد این قطعنامه فردا تصویب خواهد شد، ولی یک قطعنامه سمبولیک خواهد بود. هیچ هیچ لزومات اجرایی نداره و عملا تأثیری در روابط دو کشور نخواهد گذاشت. و یک مسئله مهمی دیگری که راجع به آن کمتر بحث می شود پیامدهای قانونی اعتراف کشتاری دست جمعی ارمنی ها از طرف ترکان عثمانی است. اگر کشورها مثلا کشورهای دنیا رسما قتل عام ارمنی ها را نسل کشی اعتراف کنند چی می شود؟ مثلا ترکیه باید به ارمنی ها جبران بپردازد یا چه پیامدهای سیاسی؟ از نظر قانونی پیامدهای آنچنانی نداره. تا الان 20 کشور جهان قتل عام ارامنه در جنگ جهانی اول رو نسل کشی اعلام کردن، ولی هیچ کدوم از اونها طلب غرامت از ترکیه نکردن. ارمنستان سالهاست که میکوشه به خاطر نسل کشی، به خاطر قتل عام جنگ جهانی اول از ترکیه غرامت بگیره، ولی هنوز در جامعه بین‌المللی، در دادگاه بین‌المللی لاهه این موضوع به شدت و از نظر قانونی مطرح نشده و پرونده به صورت سیستماتیک و گسترده گشوده نشده. در نتیجه بیشتر این قطعنامه‌ها و قانون‌هایی که در کشورهای مختلف به ویژه اروپایی به تصویب میرسه جنبه سمبولیک داره و نمیتونه به یک مسئله تبدیل بشه که ارمنستان و یا ارمنی‌ها در هر کجای دنیا که هستن بتونن از دولت ترکیه غرامت‌های مالی درخواست بکنن و اگرم این مسئله حتی مطرح بشه در دادگاه لاهه ممکنه سالها به طول بیانجامه.
تشکر. قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا صحبت میکرد. تشکر. قدرت.